الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراجعت من به اکای بابا جان و شما یا خواهش دارم. من اکای من از زیاده از یک مجدگی وسیگا بدرگ اشگه در تریتوری ادینسوسکی رایون خونگی و خاطر شگن هفته های گفتگو کردیم وسیگا نفته‌ایم آقای اشمو خواهش دارم اگر یا گفتگو میکرده یوف میشد اشمو خیلی منادور میشدیم. نام نسبش سلیموف محکم جان نویا شهرنو جماعت دیهاتی چوزی رحمت اکا. السلام علیکم دوستان عزیز. خدا نفسم کنم مصطفی داریم برای باشه. الحمدلله حالی را روان کردیم. برادران مهربان اکایی که گفت زد فرزند پدر شو گم شده خواهش میکنم در طرف ادیسا و التماس در همین ویدیو من نه رکلام میزنم در سفر هستم نه رکلام میزنم نه یگان مقام نخوام فقط چیز هم نمرو اکاشون خواهش میکنم ویدیو را پاک کنید. باز باید برادر دیگه وایش هم میمونم وایش هم ببینید دوستان مهربان. هر یک چیزی میکنیم با خاطر خدا با خاطر این برادران توجیه میکنیم. همین خاطر میگم دوستان عزیز که ناچیز نیستم یعنی که ملت پرست نیستم. فقط میگم که احتیاط باشه هر جا باشه حفظ امانی خدا نگاه داره یعنی که اسلام قدرش بدونه ملت قدرش بدونه. آگاه شاید که در هیچ جا را گفتم چکاری که همون جناب آقای پرزیدنت میگم یگان دولت ما را انتظار نیست. همه وقت حرکت میکنیم که بدویم در جای بیگونه ایم. وطن خدا آباد کردن در کار دوستان. کدمی عقل داره یعنی که میفهمه معنی گپی منه میفهمه یک نقطه بس است اگر شعور است. خدا نیستم کنه بچه رو احتیاط کنید. دوستان عزیز برادری که موندم نامش جمشید از ناحیه واسع یعنی 2006 بیزرک خواهش میکنم همین برادرم در جای دیدی در ترمای در زندان در خطی یگون نتشه خطی یگون نمیدونم موقع که بعد بگم نیک بگم صاحباش گفته هستیم. ما الحمدلله برای چی میمونیم؟ برای که 16 سال گمشدگی هم میافتیم 14 بخواست خدا الحمدلله. ما اون خاطر ناامید نیستیم. میگن فقط ناامید شیطانه. بنده همه وقت با امید داریم که برادر در یگون جو زنده است میبینه صورتش یگون کس پهن میکنه انشاءالله میرسونه به هم جمشید که از ناحیه واسه اهل بیتش گفته هستن که ما شخصی باوری خودمون که بودن ویدیوش نموندیم. خواهش میکنم ویدیو را پاک کنید. رحمت برای دستگیریتون در حق ما دعا گو باشه دوستان.